گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند و گرامی که این برنامه رو از طریق شبکه جهانی پارس مشاهده می‌فرمایید. هر کجای این جهان که زندگی می‌کنید، همیهنان ارجمند گرامی، آرزوی بهترین ها را برای شما عزیزان داریم. به خصوص هموطنان ما در درون ایران، همیهنان شجاع، دلیر، آینده سازان واقعا با خردمون، این نسل فوق العاده آگاه، خدمت تک تکشون درود میفرستیم و از کنم خدمت شما دوستان ارجمند. آدم وقتی خبرها رو دنبال میکنه، خب خیلی از خبرها واقعا ضد و نقیض هستند. من نگاه میکردم به بعضی از این خبرها، اظهار نظرهایی که در خود نظام مالاتاریا میشه، اظهار نظر آقای پزشکیان که واقعا یک نوع اعترافه که ضربه سنگینی جمهوری اسلامی خورده از نظر اقتصادی، وضع به گونه است که ایشون تشریح کرده، ولی خب به مذاق بعضی از سرداران دلیر سپاه پاسداران این حرفا خوش نمیاد. با اینکه خب همه ما میدونیم از زمانی که خاتمی رئیس جمهور بود، خودش ما گفت آقا رئیس جمهور کاری نیست، مثل آبدارچیه. حالا به هر حال این مسائل مطرح است و هفته پیش همیهنان ارجمند با جناب اوستا بودیم، آقای سیاوش اوستا، که سفر آقای ترامپ به چین بود. امروز میدونید که آقای پوتین رفته به چین. خب به هر حال هفته پیش خیلی از مسائل رو جناب اوستا شکافتن برای شما همیهنان ارجمند گرامی و ازشون خواهش کردم که امروز هم عرض کنم که محبت کنن، دعوت ما رو قبول کنن، در برنامه حضور داشته باشن، چون مسائل بسیار بسیار مهمی این روزها مطرح می شود. آدم وقتی نگاه میکنه یه طرف میبینه که دولت پاکستان خب پادرمیانی کرده که بین ایالات متحده آمریکا و نظام مولاتاریا توافقی انجام بگیره، به خصوص سر تنگه هرمز که بسیار حیاتی و حساسه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه مثل عربستان و امارات و اینا، حتی قطر، حملاتی انجام داده و حالا آقای ترامپ که قرار بود امروز به هر حال ضربه سنگینی به جمهوری اسلامی بزنه، دیروز اعلام کرد که به درخواست این سه کشور فعلا دست از این حمله میکشیم تا ببینیم نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. اینا مسائلی است که امروز با جناب اوستا در میان میگذاریم. اجازه بدید که برویم به پاریس. درود بر شما جناب سیاوش اوستای گرامی. درود بر شما استاد فریدون توفیقی. آرزو دارم حالتون خوب باشه، شاد باشید. درود دارم با آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه. با شما مهربانیار هستم استاد فریدون توفیقی. بله، خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. هفته پیش شما اظهار نظر کردین راجع به سفر آقای ترامپ به چین و خب خیلی بازتاب داشته برنامه. بسیاری از همیهنان ارجمند ما این برنامه رو شنیده بودن. حالا آقای اوستای گرامی، بعد از این سفر آقای ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به چین، دیدار به رئیس جمهور چین، امروز آقای پوتین رفته به چین، این رابطه ها رو چگونه باید ارزیابی کرد به نظر جناب عالی؟ استاد فریدون توفیقی، پیش از هر چیز بایستی در ابتدا یک بار دیگه طی 50 سال 47 سال گفتم و گفتید، شما خودتون فرمودید و دیگران تاکید کنیم که یادمون نره، چون اگر از یادمون بره یک سری مسائل همه موارد آزادی بخشی ایران نیز از یاد میره. ایران از پی سقوط شاهنشاه آریامهر یک کشوری است که 100% تحت استعمار بیگانه داره زندگی میکنه. یعنی به هیچ عنوان ایران یک خط دیپلماسی یا سیاسی نظامی مستقل از روز پیروزی انقلاب سپید تا به امروز نداشته و نخواهد داشت تا این نظام ساقط بشه. یعنی در این شک نباید بکنیم. به خاطر اینکه شاهنشاه شوربختانه سانسورش کرده بودن در دوران خودش. شما اونجا یکی از بزرگترین برنامه‌سازان رادیو بودید، خبر دارید.
شاه در مملکت خودش در هنگام اقتدار جهانی خودش که در جهان مقتدر بود و همین چین، من یادم خردسال بودم، یادمه که زده بود ابرمرد جهان محمد رضا پهلوی. بعد توضیحی رو که من خوندم در روزنامه کیهان بود به نقل از نشریات چین، گفته بود که آره چین مدعی شده که ایران پرهیز کرده از اینکه وارد جنگی بشه که اون موقع اون نوشته بود که امپریالیست ها براش برنامه ریزی کردن و این خردمندی شاه ایران هست و به خاطر همین حتی شاه رو مثل که تایمز عکس میذاره هر سال یک کسی رو مرد سال معرفی میکنه، پادشاه ایران رو مرد سال جهان معرفی کرده بود همین چین. و بعد استقبالی که از شهبانو کرد همین چین، وقتی که شهبانو اونجا رفت، شوکت و عظمت و غیر استعماری بودن نظام پادشاهی رو نشون میده، در صورتی که الان همه بسیج شدن که رضا شاه رو بزنن، محمد رضا شاه رو بزنن و بعد پرنس رضا پهلوی رو بزنن که اینها تاکنون جز خدمت به ایرانی نکردن. آخرینش فرزندشون هست رضا پهلوی که مثل شیر اومده تو میدون، خیلی قشنگ، لایق، خردگرا، مردمی داره صحبت میکنه، ولی ما همینجاست در پی فرمایش شما. من میخوام به این نکته بپردازم که یهو ما میبینیم میریم سفر این ور اون ور، میبینیم یارو فرانسوی، بلژیکی، انگلیسی یک حرفایی میزنه که حرفای آخونده هاست، حرفای نظام جمهوری اسلامی است. اون رو الان بازش میکنم. اولش اینه که یادمون نره ایران مستعمره است همچنان و استعمار روس خیلی باز، استعمار انگلیسی دیگه کی هست که ندونه با اسلامی کردن میهن خودشون انگلستان، و از طرفی هم همین چین که چین خیلی رندانه و مرموز عمل کرده و میکنه نسبت به کسای دیگه. این در اینجا داشته باشیم، در اینجا این داشته باشیم که بتونیم بگیم که چرا هجوم ها به پهلوی ها زیاد شده، چون همین استقلال بودن حکومت پهلوی و وابسته بودن نظام روحانیت. مسئله سوم به این برمیگرده که بایستی تأکید کنیم و بدانیم که الان چین مرموزانه داره در جهان یک قدرت آلترناتیوی میسازه که این قدرت نه که بخواد با آمریکا یا به قول خود چین امپریالیسم سابق رقابت کنه، نه، میخواد اصلا کلا جاشو بگیره. چون الان خود چین که سالها ضد امپریالیست بوده، یا مثلا شوروی که ضد امپریالیست بود و همه جوجه کمونیستای چپ و مچ و مارکسیست پارکسیستا اینا رو همه اونها تقویت کردن اون موقع علیه پادشاه، نیروهای چریکی را آفریدن از طریق فلسطین، از طریق لیبی، از طریق سوریه، از طریق انور خوجه آلبانی و غیره. اینها الان همه متحد هستن دیگر بار که همین منافع خط جدید جهانی رو تقویت کنن. این خط جدید جهانی رو خود اینها، حتی یک نکته دیگه که چین مطرح کرد که اگر کل صحبت‌های اینها رو که علنی شد رو ترجمه کنن دوستان گوش کنن، می‌بینن جدا از این که رهبر چین از جوان بودن تاریخ آمریکا صحبت کرد و گفت ما 5000 سال قدمت و پیشینه تاریخی داریم، نکته دیگری که اشاره کرد اون این بود که خیلی مهمه و همه از یاد برد، از شاید کسی بهش توجه نداشته باشه، اون بود که گفت ما بایستی به امپراتوری کاغذ خاتمه بدیم. این امپراتوری کاغذ شاید خیلی ها شنیدن، ولی همونطور که یارو نمیدونه که پرویز یا حقی کی بودی در رابطه با سرکار خانم همیرای عزیز، هم خیلی دیگه اصلا نمیدونن چی گفت، عبور کرد. وقتی میگه امپراتوری کاغذی یعنی این منظور اینها دلار هست، دلار که الان روزانه داره در سطح گسترده چاپ میشه و به بازار جهانی ارائه میشه، هیچ پشتوانه طلا و یا منابع ملی و یا نفت و غیره پشتوانه نداره. پشتوانش فقط قدرت نظامی امریکا در جهان هست و نفوذ جهانی امریکا در جهان هست که این دلار رو قدرت میده که همه چیز باید با اون خرید فروش بشه، همه چیز باید با اون معامله بشه و به قدرت این کاغذ رو البته شارل دوگل فرانسه هم این رو گفته بود، وقتی که طلاهای فرانسه رو
بردن اون آمریکا در پی جنگ جهانی دوم و گفتن ما طلاهاتون رو ببریم که دست هیتلر نیفته. بعد از پیروزی شارل دوگل گفت طلای ما رو بدین. آمریکا گفت باشه الان چند کانتینر براتون دلار میفرستیم. گفت نه، من دلار نمیخوام، کاغذ نمیخوام، من طلاهامو میخوام. حالا اینجا هم هست که الان خط دومی که تو جهان داره وا میشه که مشخصا چین، روسیه و انگلیس با اینکه رقابت های خودشونو دارن، هر کسی رنگ خودشو داره، مثل آمریکا ایلان ماسک یه خطی داره، میکروسافت و اینها یه خط دیگه دارن، خود آقای ترامپ یه خط دیگه، ولی میبینی که متحدن، همراه کار میکنن. حالا اونها هم همینطوره، امکان داره تضادها و درگیری در بین خودشون باشه، ولی از نظر استراتژیک اینها میخوان به دلار امریکا در جهان ضربه بزنن، اقتدار امپریالیستی آمریکا رو از بین ببرن. برای همینه که جنگ رو شما خوب دقت بکنید، ما قربانی هستیم، یعنی ما و اسرائیل، دو تا کشور، موشک ها و بمب ها رو سر مردم ما و اسرائیل میاد و ما دو مردم برادر، همراه، هم پیمان هزاران سال، 7000 سال ما با اسرائیل رفیقیم، با یهود رفیقیم، هم پیمانیم، هم تاریخ هستیم. بمبا رو ما میخوریم و از اون طرف اینها معاملات خودشونو میکنن. این معاملاتی که انجام میدن خیلی جالبه که حالا به فرمایشات شما گوش میکنم و بعد من دنبال میکنم با اجازه شما. خواهش میکنم. آنچه که خب میفرمایید واقعیت‌های موجود هستش و به درستی شما توجه تحلیل میکنید. من یه دفعه برگشتم به همون، چون اسمی از جنگ جهانی دوم آوردید، یاد نخست وزیر انگلستان چمبرلین افتادم. قبل از اینکه از کنم که آقای چرچیل به نخست وزیر بشه، این آدم چندین بار اون موقع سفر میکرد، با هیتلر هم دیدار میکرد، بعد از کشتی پیاده میشد یه نامه را نشون میداد، میگفتش که ما توافق کردیم. خب ذهن آدم برمیگرده به اون دوران تاریخی، وقتی میخونه هرچی به این آقای نخست وزیر توصیه میشد که بابا نباید اعتماد کرد به این هیتلر، و گوش نمیکرد تا بالاخره رفت کنار. چرچیل جانشین شد نخست وزیر بریتانیا. تازه مردم بریتانیا آگاه شدن که چه هدف شومی در کله هیتلر بوده و ضرباتی که به انگلستان زد. خب واقعیت قضیه همون موقع اگر ایالات متحده وارد اون جنگ نمیشد، معلوم نبود سرنوشت روسیه با اون همه کشتاری که شده بود، قتل عامی که هیتلر کرده بود. به هر حال خیلی هم مبارزه میکردن سربازان روسی، ولی ایران عزیز ما در زمان رضا شاه کبیر، این بنیانگذار ایران نوین، مرد واقعا میهم پرست شجاع که شبانه اینا ناجوان مردانه به مملکت ما حمله کردن. بعد که دیگه حالا مفصل، شما بهتر از من میدونین، دیداری که در تهران بود، ایران رو لقب پل پیروزی بهش دادن. بعد چگونه واقعا با اینکه دولت شاهنشاهی اون موقع اعلام بی‌طرفی کرده بود، ولی همین انگلستان از جنوب حمله کرد، چگونه به ارتشی که تازه رضا شاه درست کرده بود، داشت یک نیرو توان و قدرت میگیره، اول به نیروی دریایی ما حمله کرد، بعدم که به هر حال فجایعی که اینو انجام دادن بر همگان روشنه. همین مقصود مراد من این بود که چگونه می شود به این قراردادها آدم باور داشته باشه. رؤسای جمهوری عرض می کنم، در حالی که همون موقع زمان چمبرلین هم انگلستان همچین کاری نخست وزیرش می کرد، با آرمان هیتلری دیدیم که نتیجه‌ای نداشت. اینو می‌خواستم ربطش بدم به اینکه آقای ترامپ اشاره میکنن دائم که اینا خواستن مذاکره بشود، اینا حاضرن. بعد دوباره حرفش عوض کردن، آقای رئیس جمهور گفتن که این سه کشور واسطه شدن، ما فعلا دست نگه میداریم. میخوام علالرسول به مقایسه تاریخی، حتی شما بهتر از من تاریخ رو مطالعه کردید، آدم وقتی اینا رو مقایسه میکنه در میابه که نمیشه به این قراردادام زیاد باور کرد، به خصوص یک نظامی که نظام ولایت فقیهی است، نظام آخر زمانیه، تمام قوانینش هم قوانین شرع و شریعته، اصلا با قوانین بین‌المللی به هیچ وجه قوانین نظام مولاتاریا همخوانی نداره. ببخشید اظهار نظر کردم، خیلی پرحرفی کردم، معذرت میخوام.
خواهش میکنم استاد فریدون توفیقی بهره میبریم. ببینید استاد فریدون توفیقی، همین چون ایران مستعمر است، ایران وابسته است، بله. این مذاکراتی که مرتب اعلام میشه با ایران و چه و اینا همه چرته، همینا سرگرمی است. سرگرمی است که ایران میخواد، جمهوری اسلامی سپاه پاسدار میخواد زمان بخره، از اون طرف آمریکا زمان نمیخواد بخره. آمریکا میخواد از این توقف‌ها، از این توافق‌های ضمنی بهره ببره و بهره خودش هم به نحو احسن برده و میبره. قبل که وارد این مبحث بشم اینم عرض کنم، بارها گفتم نظریه سیاوش اوستا از دیرباز این بوده و هست که یک رئیس جمهور هر جای دنیا که باشه، اگر پادشاه مقتدر نباشه، که اینا میگن دیکتاتور، پادشاه مقتدر اگه نباشه که فرمان بده، فرمان به نفع ملت ایرانش، به نفع ملت غربش، به نفع ملت شرقش اگه نده، رئیس جمهور هر جای دنیا باشه حاکمیتش و قدرتش پورسانتیست. یعنی پورسانتش ها بعضی وقتا کمه، بعضی وقتا زیاده. الان آقای ترامپ خودش افکار خیلی خوبی داره، ولی شما ببینید سیستم 200 ساله حکومت امریکا به گونه ایه که اول میگه اصلا من جنگ طلب نیستم، میگه من جنگ، ولی وقتی میاد اصلا مجبورش میکنن جنگ رو بکنه. اینه که اینو باید در نظر داشته باشیم که رئیس جمهورای دنیا، همین مکرون همینطور، جای دیگه همینطور، اینها درصدی قدرتشون، اختیارات تام خودشون ندارن، چون سیستم وجود داره و این سیستم میگرده. نکته دیگه استاد فریدون توفیقی در رابطه با این قراردادها، اینا قراردادها بازی دارن میدن ملا شپشوها رو. ملا شپشوها که میگم همینا که اون دفعه عرض کردم خدمتتون، اینو خواهش کنم هر روز هم بگن. یعنی ما وقتی که کاراته، کنگ فو، تکواندو کار میکردیم، من از بچگی این ورزش‌های رزمی رو انجام میدادم، یکی از فرمانهایی که به شما در کاراته داده میشه این هست که وقتی که میخواید به حریف حمله کنی، باید قبل از این که داری حمله میکنی میخوای بودی یه دادی، یه فریادی بزنی. برای مثلا بروسلی اژدها، صدای اژدها در می آورد، یه فریادی باید بزنی. حالا این فریاد زدن، این داد زدن پیش از حمله به دشمن خودش یک مسئله بسیار مهمی است که دشمن رو بایستی از نظر عاطفی و اینا خلصی لاش کنی، افت بهش بدی، بیارش پایین. فحاشی بده، یعنی فوش و خوار مادر اینا دادن، خب حالا، ولی تحقیر کردن اینها کار درستیه. تحقیر کردنشون یک نمونه بگم که در برنامه شما من عرض کردم برای نخستین بار تاکید میکنم، که آقا این بچه‌هایی که الان فرمانده سپاه شدن و فرمانده نیروهای چپ اپوزیسیونی هستن و که با جنگ مسلحانه میخواستن شاه رو بندازن، چون همشون یکی بودن، یعنی چه اسلامی ها، چه مارکسیست ها، چه مارکسیست اسلامی، چه حزب رنجبران که ماویست بودن، اینا همه 4 تا بچه بودن، بچه جعلق. واقعا این بچه ها میخواستن با یک هفتیر که برن توی سیاهکل، رفته بودن تمرین تیراندازی میکردن با تفنگای زپرتیشون، بعد خود روسایی ها میرن، ژاندارما خبر میرن، ترتیب میدن. بعد آقا سیاهکل شد. فرهاد خودش به من گفت که من اصلا نفهمیدم چی خوندم. گفت اصلا چپ چریک و اینا نبودم. شب اسفند زنده است، به خود منم گفته، منفرد زاده صداش هم هست. گفت اسفند یا منفرد زاده شب دست ما رو گرفت و من نمازم که خونده بودم اومد دنبال منو برد، گفت بیا اینو میخوایم پر کنیم. تو ماشین یه چیز داد، من خوندم، جمعه ها تاریک، دکونا بسته است. یعنی اینا استفاده های تبلیغاتی سازمان های جاسوسی است، از این جور آدمایی که نمیدونن اصلا چی به چیه، یا چیزی رو میخونه بعد اونا بزرگش میکنن و غیره. حالا همینه، این بچه ها استاد فریدون توفیقی مشخصا 3 نفر، من اسم نمیارم، از رهبرهای بالای چریک ها که در مشهد بودن و من میشناختم پدر مادرشون رو، اون موقع من خردسال‌تر بودم، 14-15 سال داشتم، بعد انقلاب که شد یکم بزرگتر، تو محفل های خانوادگی صحبت می‌کردیم، مادره میگفت بابا بچه من شبا عضو میخوام، بچه اینو بگید ببینید کی میخواست ژاندارم خلیج رو، پلیس خلیج رو سرنگون کنه، 4 تا شاشوک. مادره میگفت آقای استاد فریدون توفیقی، میگفت بچه من شبا شاششو نمیتونست تو رخت خواب نگه بداره، زدن اینا کشتنش. اینجوری گفت اینا زدن کشتنش، میخواست پیشاتو میگه. گفتم خانم جان
این بچه تو که میگی شاش خودش نمیتونست تو رخت خواب نگه داره، اون نگاه نکن که زدن کشتنش، ببین نگاه کن که میخواست بره با یک هفتیر نظام شاهنشاهی ایران رو ساقط کنه. خب دنیا میدونست که این کار نمیتونه بکنه، و همون سازمان جاسوسی ابرقدرت جهان که میخواد از اینا استفاده کنه از اینا استفاده میکنه، 4 تا شاشوک رو میاد مسلح میکنه و چه که یک سرزمینی که آزاد داره زندگی میکنه، داره آباد میشه. خردمندی شهریار و تمام تیم شهریار، شما ببینید با مرزشاه تمام تیمش تحصیل کرده، دانشمند. بعد یه کسایی که اینها آقای فریدون توفیقی هیچ کاری رو بدون اجازه روسیه، بدون مشورت انگلیس، بدون مشورت چین انجام نمیدن. حالا چین چون میخواد قدرت جهان رو بگیره و امریکا رو و دلار رو سرنگون کنه، و عرض کنم خدمتتون که در این راه همپیمان بزرگی داره که خب الان روسیه هست و ضمنی هم انگلیس هر کدوم اینا به چربه بار دوتا کار میکنه، دارن در این راستا کار میکنن. یعنی هدف نهایی از جنگ و درگیری ها و دیدارها و اینها این هست که پول این اتحادیه، چون اتحادیهشون تشکیل دادن، میدونید همه چند تا کشور هستن، خودمی کشورهای عربی که الان با اونور هستن با اینا هم هستن، همین نشون میده کشورهای مثلا عربی استاد فریدون توفیقی که هم با این جناح کمپ روسیه و چین هستن و هم با کمپ امریکا هر دو جا هستن، این نشون میده که اینها از ایران مستقل ترن، با اینکه ایران بینا حمله میکنه. چرا؟ چون ایران جرأت اینو نداره که سلام کنه با آمریکا، دستور نداره که حتی مذاکره بشینن روبروی هم، دوتاشون با هم مذاکره بکنن. ولی عربستان سعودی با همه دنیا ارتباط داره، صحبت داره. قطری که میخوان ترتیبشو بدن که آن کارو کرد، این کارو کرد، بخشی از جناحهای مسلمان مسلح رو در جهان، تروریستی رو داره تقویت میکنه. حماس که اسرائیل به اسرائیل حمله میکنه اصلا دکونش اونجاست، ولی این میبینیم به اون کوچولی یک چیز خیلی خردو با همه در تماسه. چرا؟ چون مستقل استعمار داره، پایگاه نظامی داده به امریکا، پایگاه نظامی داده به از کنم خدمتتون انگلستان، ولی در دیپلماسی خودش نمیتونن بهش فرمان بدن، فرمانی که به سپاه پاسداران میدن، فرمانی که به آقای خامنه‌ای که تا وقتی زنده بود میدادن، و فرمانی که تا وقتی که اصلا زدن کشتنش. من امروز راز کشته شدن علی خامنه‌ای رو به شما بگم. اون این بود که امریکا گفته بود ما امشب میخوام دیگه قرارداد امضا کنیم، اگه امضا نشه حمله میکنیم، شب حرکت میکنیم، قرارداد امضا. ولی از این ور بینا گفته بودن آقا ما قرارداد امضا میکنیم، ما پذیرفتیم 10 ماده رو امضا میکنیم. اینا میرن به هم دیگه میگن آقا پذیرفته صلح. جلسه مثل همیشه که خامنه‌ای قبل از اونم چند تا جلسه تشکیل داده بود، جلسه تو خونش تشکیل میده و ظهر نشسته که برنامه شبو بریزه که شب میخوان صلح رو امضا کنن و از این حرفا. اینا یهو خود سیستم داخلی جمهوری اسلامی، چون خود سیستم داخلی جمهوری اسلامی جاسوسی قوی داره که من نمیخوام وارد مبحثش بشم، جاسوس از آقای قاآنی نام میبرن، ولی قاآنی الان هم که الان داره برای رژیم کار میکنه. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه داره کار میکنه، امکان داره اطلاعاتی هم به اسرائیل داده و میده، ولی این قدرت رو میرسونه که از یک عنصری بتونه استفاده کنه، سر جاش هم باشه. حالا اونا وارد مباحث اطلاعاتی نمیخوام بشم، ولی خامنه‌ای که گمان میکنه شب دیگه همه چیز رو به راه و درسته و فلانه نشسته و با فرماندهاشو داره برنامه شب میزه، یهو بهش حمله میکنن، میزننش. همونطور که شما فرمودین، یعنی دقیقاً در تایید فرمایشات شما که قرارداد و سخن و گفتن و اینا در بازی که یک کشوری همچنان مستعمره است و از بازتابش نمیترسن بزننش چیکارش کنن، ولی کشوری که مستعمره نیستن هرچند خردوی مثل کویت، مثل بحرین، مثل فلانه، ولی با دنیا رابطه داره. با اینا آقای فریدون توفیقی چقدر برخی از این پیرپاتالهای چپ و کمونیست و توده‌ای قدیم که اینا زیاد هم هستن، مثل همین آقایی که الان شما نام بردید و فلان، اینا زیادن، اینا ایدئولوژیکوار، چون ضد آمریکان، ضد پرنس رضا پهلویان، اینا چون ایدئولوژیکوار ضد امپریالیست بوده و هستن و فلان، اصلا امکان داره با آخوند جماعت هم سازگارا نداشته باشه ذهنشون. اما اینها چون در مارکسیست بزرگ شدن، در مبارزه و فحاشی‌های ضد امپریالیستی، اینا با پرنس رضا پهلوی مخالفن، چشم بسته. خب این از اونم که این نظام وابسته استعماری سپاه پاسداران و ولایت فقیه و
شما این همه اینا رو میزنن با سر جاشون هستن، چون فرمانده در مسکوست، فرمانده در پکنه و اینها جرأت اینی که من مشخصا به کل این نظام میگم دوباره سیاوش هستی، شما جرأت این که با یک آمریکایی دست بدین ندارید بدبختا. این عدم استقلالتونه، این مستعمره بودنتون نشون میده. ولی کشورهایی که شما اونا رو شهر مینامید، آقای متکی بحرین رو گفت شهرک بهش حمله کرد، خب شما اونایی که شهر میدانید ابرقدرت با هم برخورد دارن، مذاکره میکنن، رو در رو میشینن، شما باید یک تو اون تاق بشینه که تو اون اتاق این ببره بیه بره، این ببره بیه بده، این وسط یه بار عمان، یه بار پاکستان، یه بار این مسخره بازی است. استاد فریدون توفیقی و در تایید فرمایشات شماست که این قراردادها با پادوها، با این پادوهای مزدور استعمار نوین در ایران، واقعا اینا پادان و هیچ قراردادی هم کسی با اینا نه خواهد بس نه عملی خواهد کرد. و ملت ایران این رو بدونید، هر روز وضع شما بدتر از اینی که هست میشه. این دلار رو از همون موقع ما گفتیم تا الان بعد چیزی، هر روز وضعتون بدتر از این میشه، بهبود که نمیابید بدتر میشه، تا این نظام استعماری جنایتکار سر کاره. بله. خب وقت بله. درست میفهمیم، برای اینکه خود رئیس جمهورشون هم این اعتراف رو کرده که وضعشون فوق العاده وخیمه، از نظر اقتصادی همه اینا رو عنوان کرده، گفته ما باید مذاکره بکنیم، راهی نداریم. البته همونایی که الان شما اشاره کردید در سپاه هستن، خب به خاطر اینکه عرض کنم که میدونن اگر چنانچه حتما هم همینطور خواهد شد، بالاخره این مردم صبوری هستن و شجاعت جوانهای ما رو هم دیدن. الان تمام تلاششون در درون اینی که نیروهای سرکوب رو تقویت کنن. این مانورهایی هم که میکنن دقیقاً وحشتی است که از نسل جوان ایران، از ملت مبارز و آزادیخواه ایران دارن. خب به هر حال ما همه شاهد هستیم بعد از این کشتار بیرحمانه‌ای که نظام ملتاری انجام داده، خیلی دردناکه. اونم چه چهرهایی، چه جوانهایی، 45,000 واقعا آینده سازان مملکت اینا قتل عام کردن. در کدوم منطق می جنبه جا میگیری که از این سرکوبا رو باز یکی بیاد اون بالا بشینه؟ خب این از دید مردم ایران رد شده است. یک واقعیت، مردم ایران این نظام رو نمیخوان دیگه، علنا هم اومدن اعلام کردن. و نمونه بارز شما اشاره کردید، همین تظاهرات ایرانیان رو خارج از کشور آدم میبینه، آخ بابا من نمیدونم این جهان آزاد به خصوص این کشورهای اروپایی تا چه اندازه میخوان کماکان چشمشون رو به این جنایت حکومت اسلامی ببندن. 47 سال مماشات کردن، الان که دریافتن که این نظامی نیست که به قول مشهور سر به راه شما بخوایم بکنین. و تنها راهش اینه که واقعا از خواسته مردم ما حمایت جهانی بشود. متاسفانه حالا میبینیم دیگه خودی‌ها چگونه به شاهزاده ناجوان مردانه حمله میکنن، در حالی که آدم نگاه میکنه سخنرانیاش و حضورش در این جلسات متعدد با چه استدلالی، با چه منطقی، با چه قدرتی، چه آگاهانه مسائل تشریح میکنه و پاسخ خبرنگاران هم میده. و به قول یکی از دوستانمون اون زمانی که شاهزاده گفتم با وکالت میدهیم، خب خیلی ها سر صدا کردن. یادمه آقای ایرج مصداقی تو برنامه گفتن که بابا شما که اینقدر میگید، خب شما برید توی سایت بذارید بیایم ببینیم چند نفر میان به شما وکالت میدن. یک حقیقتیه. ولی خب متاسفانه این استعمار کماکان آقا پویا هست، توانا هست، عوامل خودش هم داره. متاسفانه در درون ایران هم هنوز اون باقی مانده چپای 57 ببینید که گاهی گداری تریبون به دست میارن، چه حرفایی میزنن که فرزندان جوان آگاه ایران جوابهای دندان شکنی به اونا میدن. این نشانه است از آگاهی یک نسل پویا، نسلی که بالاخره با همه این مشکلاتی که براش ایجاد کردن
با یک همبستگی ملی به نظر این حقیر بساط جمهوری اسلامی را از ایران برمیچینن. حالا ممکنه یک کمی تأخیر بشه، محاله که این خونهایی که ریخته شده یک ایرانی با شرف میخواد اینا رو نادیده بگیره، ایرانی غیرتمند. واقعا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه در همون قدیم، در اون جنبش آزادیخواهی مشروطه، شما نگاه کنید یه ستارخان، یه آدم معمولی غیرت ملی داشته، قدرت ملی داشته. کنسول روس بیاد بهش میگه تو پرچم ما رو آویزون کن، با تو کاری ندارن. میگه برو مردی که من دلم میخواد 7 کشور زیر بیرق ایران باشه. خب نگاه میکنید اون با اون دیدش، یه آدم دانشگاه هم نرفته بود، پی اچ دی هم نداشت، اما غیرت ملی داشت. این خیلی مهمه. و خوشبختانه این نسل ما نسلیه که تکیه کرده جناب عبس‌تا به فرهنگ پربار آریایی خودش، به فرهنگ ایران، که همین فرهنگ و این تمدن ایرانی بزرگترین تکیه‌گاه این نسل پرشور ماست. حالا من خیلی پرحرفی میکنم، های سوالای یادم میره. میخواستم چون شما در منطقه اشاره کردید به این 3 کشور، خب شما نگاه میکنید عربستان و سعودی با پاکستان یه قرارداد داره. الان نظامیان پاکستان اومدن عربستان و سعودی. پاکستان میدونید که دیگه بمب اتم هم داره دیگه، و خب یک پیمانی با اینا، با عربستان سعودی پاکستان با هم منعقد کردن. خب اگر به عربستان حمله بشه، پاکستان این حق رو داره دخالت کنه. میخوام ببینم که در چنین شرایط بغرنجی چگونه میشه این منطقه این گونه، عرض کنم که در همین تنگه هرمز همه دلشون میخواد که تنگه گشوده بشه. دائما هم اشاره میکنن که آقا انرژی گرون شده، افکار عمومی رو میخوان به سمت سوی بیارن. و همینجور شاید کردید واقعا دشمنان آقای ترامپ کم نیستن. راه دور نمیریم. آقای جان کری وزیر خارجه آقای اوباما بود. وقتی دوره اول آقای ترامپ به رئیس جمهوری میرسه، رأی میاره، این آدم با ظریف دیدار میکرد. های به ظریف میگفت شما زمان بخرین، ما دموکرات ها میاییم کار یه جور دیگه میشه. و همین هم شد. بعد آقای خب بایدن اومد دیگه. خب این بدبستون هم وجود داره. نه اینکه آقای ترامپ به این مسائل آگاه، خود آقای ترامپ اینو عنوان کرده بود. نقل قول میکنم از اون دورانی که خودش اومد بیان کرد راجع به آقای جان کری و راه رفتنش با نزی، که این پیام رو آقای نزی داده بود آقای جان کری. در خود ایالات متحده هم هستن. اخیراً هم یه خبر اومده بود که در نیویورک یک منطقه چینی هست، اونجا یه دفتری کشف کردن که طرف میگفته ما برای چینی ها در مورد گواهینامه رانندگی اینا داریم همکاری میکنیم. بعدن گفتن نه، به هر حال تحقیقات مفصل کردن، دیدن که کارهای جاسوسی هم انجام میپذیرفته. این بعد از سفر آقای ترامپ به چین بوده، این رو شده، تازه هم 2 روز پیش بود. ببخشید. به هر حال فرمایشات شما همه منطقی درست میفرمایید. میخوام ببینم که همین مثلا بازتاب آنچنانی پیدا نکرده حضور نظامیان پاکستان در عربستان سعودی، این انگیزش چیه آقای سیاوش عبس‌طایی عزیز؟ استاد فریدون توفیقی، پروانه میخوام عرض کنم که میگه در حیرتم از، چون فرمایشاتی کردید من بر شما بودم 5 پاسخ باید خدمتتون بدم. خواهش کنم. میگه در حیرتم از مرام این مردم پست، پدر مادرهای پست فطرت، در حیرتم از مرام این مردم پست، این مردم زنده کش مرده پرست. چون فرزند تو چون مرد بود زنده کشندش ز جفا، که تو خودت در میان قاتلین فرزندان تو هستی. چون مرد بود زنده کشندش ز جفا، چون که بمیره میبرنش سر دست، میرن پول میدن که پیکر رو تحویل بگیرن. استاد فریدون توفیقی، من پیش از این که وصل بشیم داشتم همین تلویزیون پارس رو میدیدم. از برادرم امیر شجری سپاسگزارم، از مرجان سپاسگزارم که دیدم یک دختر خانمی داشت برنامه داشت و صحبت میکرد.
چهره این دختر خانم رو که من دیدم گفتم ایشون حالا به بعد حتما خبر یه چیزی بگه. بعد دیدم نه، چه سخنان تاریخی مفید و روشنگری رو مطرح میکنه و با چه زبان زیبای پارسی. یعنی مکتب دانشگاه است. همین کار بایستی انجام بشه همه جا تا مردم روشن بشن. مردم استاد فریدون توفیقی در تاریکی مطلق هستن. این فرمودید شما 45,000 کشته، 45,000 کشته الان دیروز در 2 روز طی 50 سال 47 سال اینها 1,000,000 نفر رو چه در جنگ ایران عراق، چه در اعدام ها، چه در سرکوب‌های داخلی که همین بچه ها خیلی ها بازمانده اون دوران هستن، اینا قتل عام کردن. این 1,000,000 نفر الان دست کم 10 میلیون خانواده این هاست. اگر اینها علیه این حکومت استعماری می اومدن مثل خود خمینی دلقک گفت یه توف مینداختن، این نظام رفته بود. اگر اینا میریختن وزارتخانه ها رو میگرفتن، این نظام رفته بود. این مردم بدبختی ما از همین تازی زدگی این هاست. استاد فریدون توفیقی شما در نظر بگیرید الان اینجوری باید تحلیل کنیم و اگر بنده حقیر و فقیر عرایضی میکنم که مورد توجه قرار میگیره، دلیلش چیه؟ من 47 ساله به 5 زبان دنیا اخبار دنیا رو گوش میکنم. وقتی من BBC رو به زبان فرانسوی گوش میکنم و BBC عربی رو گوش میکنم، اونجاست که این استعمار رو بهتر میشناسم، ببینم که چه میگه. وقتی که رسانه های دیگر رو به چند زبان میشنویم میبینیم که آقا دنیا چی گذشت، چی گفتن، چی نگفتن اینا. یا مثلا عرض کنم خدمتتون، شما در نظر بگیرید E24 نیوز تلویزیون اسرائیل. الان خیلیا که بارها گفتم یارو دکترش یهودیه، وکیلش یهودیه، اوستاش یهودیه، کار میکنه برای الان ته دلش، تا من اسم اسرائیل میارم یه دی اصلا از حسد و حسادت و اینا میخوان بمیرن. آقا E24 نیوز تنها مال اسرائیل، رسانه جهانیشه، همه جای دنیا به همه زبونا میتونن آدم گوش کنن. این تنها تبلیغم نمیکنم چون من اونجا مشاور هستم، اصلا تبلیغ نیست، تبلیغ نمیکنم. استاد فریدون توفیقی این تنها رسانه در جهان که همه رسانه های دنیا رو شامل میشه. یعنی اتفاقاتی که در خود اسرائیل میفته، موافقت ها، مخالفت ها، درگیری ها، جنگ ها، نظریه ها، میاد راک مطرح میکنه که تلویزیون فرانسه میترسه اونا رو بگه، تلویزیون امریکا میترسه اونا رو بگه، جای دیگه میترسه میگن. خب فقر رسانه‌ای ما خیلی مهمه. ما فقر رسانه‌ای داریم، به جایی که بیایم تحلیل همینطور که شما فرمودید، عرایزی که ارائه شد بکنیم، به اونطور که بچهای دیگه که شما اسمشون آوردید میان خیلی عمیق و قشنگ و خوب، مثل ایرج. من میخوام از ایرج سپاسگزاری کنم، از ایرج مستاقی، به خاطر اینکه خیلی خوب اومد توی میدون و با یک گذشته خودش که ریخت کنار. این رو هم همه بدونید، خیلی از بچه‌هایی که میخوان ضربه بزنن به تیم پرنس رضا پهلوی و گذشته افراد رو میان ملاک میکنن. خب گذشته خود آقای رضا پهلوی عزیزم هم شما در نظر بگیرید، وقتی فریده خانم مادر بزرگشون زنده بود که ایشون موزیگری الان نداشت. از موقعی یاسمن عزیزم و 3 تا دختر ناز و گل و فرهیخته و اندیشمندش اومدن یهو تو میدون اینها، پرنس رضا پهلوی هم ما میبینیم که الان تبدیل شد به یک رهبر بنامنازع برای آزادی ایران. گذشته هر کس مال خودشه. اگر در گذشته قتل و خونی مرتکب نشده، الان به خط آریای ایرانی میپیونده، قابل تحسین و ستایشه و این درش ردخور نداره. حالا استاد فریدون توفیقی، اینها ما وقتی که اخبار رو فقط درست دنبال نمی کنیم، میایم همه چیزمون رو جوک میکنیم. همین رسانه‌ای که من گفتم، شبکه‌های اجتماعی که خیلی خوبه، بعضی وقتا خیلی بده، چون یک موردی که خیلی مهمه، خیلی حساسه، کی الان تو ایران داره حکومت میکنه، چی به چیه، میان مسخره بازی را میندازن. پا نداره، چش نداره، مشتبه نه، موش تبا. در رابطه با همجنس بازی دفعه قبل به شما گفتن چیز دیگه، ولی هیچ کس نمیاد ریشه‌ای به موارد بپردازه که مردم روشن بشن، که دریچه‌های آزادی زودتر باز بشه. دریچه‌های آزادی باید زودتر باز بشه. این الان که اگر
آقای ترامپ بزنه ملاها رو، پایگاه چیز ایران رو بزنه، ایران هم میزنه، ولی بحرین، کویت، قطر، دبی، ابوظبی اینا رو میزنه و اونم از خداش که اینا رو بزنه، چون همون جنگ دو بلوک هست. آمریکا، آقای ترامپ یادمون نره، بارها گفتم، روز نخست که پیش از اینکه انتخاب بشه گفت من بیام پایان جنگ در جهان از ما نیروهامون هم از مناطق خارج میکنیم. نیروهایی که تو منطقه بودن هستن میلیاردها دلار هزینه داره. همونطور که شما فرمودید الان مسئله اقتصادیه. الان مثلا تمام رویدادهای امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی که در نیویورک و جای دیگه است، آمریکا به وضوح میدونه، خبر داره، خودش تو همشون نفوذ داره. سیستم امنیتی اینتلیجنس سرویس CIA هست، سانتر، مرکز انتلیجانت ذکاوت و تیزهوشی آمریکا. سیا، سه تا حرف، یعنی مرکز ذکاوت و زیرکی و انتلیجنس امریکا. اون مرکز همه چیز رو اطلاع داره، پشه رو هوا میزنه. کسی وارد فرودگاه میشه که سهل، من از پاریس پرواز میشینم، اونا میدونن من دارم میام آمریکا. دنیا خب چرا این حالو چون خود امریکا نیز در اقتصاد چین دخیله، نقش بسیار مهمی داره. چین امروز استاد فریدون توفیقی چین کمونیست مائو نیست، همچون که روسیه پوتین روسیه اتحاد جماهیر شوروی مارکسیست کمونیست نیست. اینا تو اقتصاد جهانی هست. چون تو اقتصاد جهانی هست، شما در نظر بگیرید الان آقای ایلون ماسک هم به زودی تلفن خودش رو مثل آیفون در میاره. حالا همون آیفون شما بگیرید و تلفن‌های دیگر بگیرید، سامسونگ و اینا رو بگیرید که تو کره دارن، همه اینها ساخته چینه. یعنی چین الان برترین اقتصاد جهان، همه جا هم نفوذ داره. برای همینی که رهبر ابرقدرت جهان خودش پا میشه میره چین، خودش میره چین، نه که بگه آقا تو بیا، حالا اینشون هم قراره بعداً بره. خب این موارد رو که وقتی ما درک نکنیم، یا مثلا شما در نظر بگیرید تا آتش بس شد یک نکته خیلی مهمی که هیچ کی بهش نمیپردازه، اعلام شد از طرف مجتبی خامنه‌ای، یعنی یه بیانیه از طرفش خوندن، این شما به هیچ کس نمیدونه، هیچ کس مطرح نکرد. مسئله ولی مهم بود، از نظر استراتژیک و ادامه جنگ و غیره خیلی مهم بود که در خود درون اسرائیل، همین الان امروز که من با شما صحبت می‌کنم تو نیروهای اطلاعاتی اسرائیل مشکل ایجاد کرده. اعلام کرد که یک بیانیه‌ای مجتبی خامنه‌ای گفت از همین امروز هر گونه زدن موشک به اسرائیل ممنوعه. و دیگه هیچ موشکی به اسرائیل نرفت، همه رفت تو بحرین و توی کویت و تو کشور خلیج فارس. تو خیال این هست که شما این موارد مهمه، یعنی همین روی آنالیز و تحلیل روی این قضیه بکنیم 2 ساعت وقت میگیره. و اینی که تا موقعی که ایران و اسرائیل همچنان که ما گفتیم، همه گفتن، ثابت کردیم، برادرانه در کنار هم نایستن، دست در دست هم ندن. پیش از این که حتی من میخوام بگم که کار بزرگی که پرنس رضا پهلوی کرد، شاهکار تاریخی که ایشون انجام داد، دست دادنش با اسرائیل بود. آقای موشه کساب رئیس جمهور شد، 7 سال قدرتمندترین رئیس جمهور اسرائیل بود. من همون سالها اومدم گفتم تو کتابم سازمان جاسوسی الله بخشی به این مسئله اختصاص داره، اسم موشه کساب رو میارم تحلیل میکنم. قبل از اون ایشون وزیر بود، وکیل بود، میگفت آقا من حاضرم سیاوش اوسته دست پرنس رضا پهلوی رو بگیرم با سربلندی ببرمش ایران. شما در نظر بگیرید اگه سال 1995 96 97 که جنجال ها را افتاد رو انداختیم اینا، این کار عملی شده بود، الان نه از شپش حضوری در صحنه سیاسی ایران بود، نه از ملا و پاسدار و دیگران. خب دشمن نشسته سر ما رو گرم کنه با سرگرمی هایی که همینی که استاد فریدون توفیقی فرمودید خیلی قشنگ بود. شما در نظر بگیرید همه درگیری و جنگی که ما الان داریم میبینیم در رابطه با ایران،
و احزاب که میگه کری فرمودید، کری گفته که آقا یکم دیگه صبر کنید ما میایم خب ظریفینا که من قبلا گفتم، یعنی در ایران ما یه باندی داریم که اینا هوادار آمریکان، یک باندی داریم که هوادار اونوریان، یعنی علی خامنه‌ای و تمام چیزاشون اینا روس و چینی بودن هستن و این ظریف و خاتمی و روحانی و اینا همه آمریکایی هستن. این خود نیروی اطلاعاتی رژیم هم میدونه میلیون ها دلار در سال دارن اینا پول گرفته و میگیرن از همین پولای مصادره شده ایران، ولی رژیم چون سیستم امنیتیش قویه با چین و روسیه بازی میکنه با اینا. مثلا حسن روحانی خود اینا اعلام کردن، خود اینها اعلام کردن با سند که حسن روحانی در این چند ماه اخیر چند بار تلاش کرده کودتا بکنه به پشتیبانی آمریکا بره قدرتی بگیره ولی نتونست. ولی از موقعی که آقای ترامپ گوش نمیکنن به حرفای آقای ترامپ، اونی که خودش خوشش میاد رویای یاروی گوش میکنه و همش گوش نمیکنه. آقای ترامپ گفت ما با رهبری جدید در تماسیم، این رهبری جدید خیلی خوبه با از خودمونه ما خب این رهبری جدید که قالیباف نیست و اعرافی نیست که 2 رأی آورده توی مجلس خبرگان طویله خبرگان خود نظام، اعرافی که میخواست رهبر بشه 2 رأی آورده. حسن روحانی رو که اینها همین وریا میخواستن چه بکنن 2 رأی آورده. یعنی مجلس خبرگانشون 3 بار رأی گیری کرده، یه بار موقعی که زدنش در حال رأی گیری بود، یه بار دیگه کتبی مکاتبه گفتن آقا آراتون رو بفرستین، نوشتن امضا کردن مهر زدن فرستادن. یه بار دیگه هم آخرش می‌خواستن قبلی که اعلام بکنن با همین زوم و جورای دیگه و فلان اینا این حیوانات دایناسور ملا شپشو از 70 نفرشون از اون صندوق 53 تا به اسم مجتبی در آوردن، 53 تا در آوردن، 13 تا دیگه بود، 2 تا حسن روحانی، 2 تا حسن خمینی، شهسواری و غیره. خب شما اینا باید به مردم بگید که مردم حالیشون بشه چجوری سرشون داره مرتب کلا میره و چجوری وقتی که آقای ترامپ میگه من با اینا در تماسم، در تماسه. ترامپ در کادر بالا و این بازی ها بالا و پایین رفتن ها، استاد فریدون توفیقی برای پیشرفت اقتصاد امریکا در جهان هست، در رقابتش با چین که اصلا من بخوام یکیشو باز کنم 1 ساعت باید حرف بزنیم. شما در نظر بگیرید آقای ترامپ که میره با فرمانده های نظامی خودش که پا نمیشه بره اونجا، با یک لشکر از اقتصاددان ها و قوی ترین بلاک روک رو با خودش میبره، ایلون ماسک رو با بلاک روک دنیا رو داره میگرده. بلاک روک اصلا کسی نمیدونه یعنی چه. بلاک روک یعنی حجر الاسود، اما حجر الاسود محمد بن سلمان هست. مقتدرترین کمپانی اقتصادی در جهان، آدیداس شما بگیر تا رقیبش پوما، تا همه بانک‌های جهان، تا شرکت‌های نفتی، تا شرکت‌های اسلحه سازی زیر پوشش اقتصادی بلاک روک هستن. اصلا نمیدونه کسی، حالیشون هم نیست. تازه من همینجا توی فرانسه، تو آمریکا وقتی میگم بلاک روک چیه، یعنی سناتوره، یعنی وزیره، میگه بلاک روک معنیش چی میشه؟ میگه سنگ سیاه. میگم خب سنگ سیاه تو عربی بلد نیستی که بفهمی، میشه حجر الاسود. یعنی اقتصاد عربستان سعودی در دنیا داره حکومت میکنه. به خاطر همینه که در تایید فرمایشات شما وقتی ما میبینیم پاکستان میره عربستان سعودی میاد اونجا، چون عربستان سعودی هم دقیقاً مثل آقای ترامپ و این عربستان سعودی بود که پیشنهاد کرد به ترامپ این قضیه ارتباط مستقیم. من قبلا این رو چند بار تو برنامه گفتم، چندین بار رو گفتم، همون موقع که خامنه‌ای زنده بود. آقا مجتبی خامنه‌ای 22 سال او داشت حکومت میکرد، باباش سخنرانی میکرد، این همه کاراش کرده بود و چندین بار با محمد بن سلمان دیدار داشته، قرارداد بسته. حتی من یه بار گفتم که امریکایی ها و سعودی گفته ما حاضریم با ایران پیمان ببندیم، ولی به شرطی که با خود خامنه‌ای امضا کنیم. ما اگر خامنه‌ای امضا نکنه، هر الدنگ دیگه بیاد رئیس جمهور باشه، رئیس مجلس رو قبول نمی‌کنیم. خب اون موقع وزیر امور خارجه عربستان سعودی رفت ایران و مشخصا با مجتبی خامنه‌ای امضا کردن. به خاطر همین که الان اگر ما ببینیم حتی بعضی جاها رو میزنه ایران
که بعدم خود اینها گفتن که زدن حال مشکوک صحبت و فلان اینا خیلی هم پایگاه انگلیس هست که آقای ترامپ واقعا از صمیم دل ضد انگلیسی، ضد استعمار انگلیس در جهان ترامپ. خب ما وقتی که میبینیم ترامپ هم چششو میبنده بی زدن ها که قرارداد داره باید دفاع کنه، قرارداد میبنده همون پونتای ضد استعماری ضد انگلیسی اینه، ولی از اون طرف عربستان سعودی که ما میبینیم از طریق پاکستان، یعنی الان چون عربات دکونشون تعطیل شد آخوندا رو انداختن تو بغل پاکستان، طریق پاکستان اصلا پاکستان وجودش به وجود پول عربستان سعودی است، ولی همین رو هیچکی ندید، هیچکی ندید. همین صبح من میدیدم در پارلمان پاکستان اقلیتش که به تازگی اینا قدرت از دست دادن، حالا اکثریت که داره اقلیتش درود میفرسته، سلام و سلام، چون شیعه‌ان، برای خامنه ای، برای فلان. بعد یارو میگه بزنید رو اینترنت ببینید بارها آدم اومدن شخصیت های پاکستانی سخنرانی میکنن که آقا این امام ما بود، این فلان ما بود. خب اینها در همین راستای معادلات جهانی است و توافق هایی که اینها بستند با شخص مجتبی و امضا گرفتن قبل از کشته شدن باباش، که یعنی ایران تحت استعماره، ایران تصمیم گیرنده نداره، تصمیم ها رو اونا میگیرن. برای همین هم از آقای فریدون توفیقی استاد عزیز الان جنگ که متوقف بشه خیلی به نفع عربستان سعودی است. الان عربستان سعودی نیز داره زیان بزرگ و هنگفتی رو متحمل میشه روزانه به خاطر بستن تنگه هرمز. الان دیگه همه اتم ایران و میران هم یادشون تنگه هرمز، چون ضربه داره میخوره عربستان سعودی. به خاطر همین عربستان سعودی شدیداً محمد بن سلمان پشت این قضیه هست که سطح قضیه در بیارن تمومش کنن بره پیکارش. از اون برم یادتون نره تاکید میکنم مهربان یاران در سراسر جهان بدونید که تمام چپول ها با رنگ های مختلف، تمام مصدقی ها، تمام ملی مذهبی ها، اینها چون ضد آمریکا هستن، چون پروگرسیو نیستن، چون میدونید مصدق میخواست اصلا کودتا کنه روسیه رو بیاره، اگه نمیدونید برید تحقیق کنید بخونید. تمام نیروهای چپ ایران خسرو گل سرخی بودن، اینها شیعه و از اون طرف هم مارکسیست اسلامی بودن. پتروشوفسکی اسلام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی رو 70-80 سال پیش نوشته، برید بخونید مطالعه کنید. و لوموند سال 1950 داس و چکش زد و گفت روسیه برای فتح جهان اسلام میره، اینا برید بخونید. پس الان هم اگه یارو میبینید فوش اول آخر به آخوند و شیخ و ملا میده ولی رضا پهلوی رو میزنه، این بدونید که اینا همین چپولهای مارکسیست، توده‌ای، چریک های قدیمی و رنگ و ملی مذهبی هایی هستند، مصدقی هایی که از نظر استراتژیک همیشه ضد امپریالیسم بودن، ضد آمریکا بودن و الان در سر جهان اینها دارن متحد میکنن علیه نیروهای شهریاری ما و پرنس رضا پهلوی. بسیار سپاسگزارم، وقتمون به پایان رسید. برای شما آرزوی تندرستی میکنم و برای ملت بزرگ ایرانم همیشه گفتیم برای نسل آینده ساز که این گونه شجاعانه آمدن به میدان آرزوی بهترین ها رو داریم و مطمئناً بالاترین قدرت همین که همیشه شما میگین قدرت مردمه و اگر مردم ایران واقعا با این برداشتی که کردن در این 47 سال دریافتن که این نظام اشغالگره، ضد ایرانه، ضد فرهنگ ایرانه، با امید روزی که مردم ما این نظام رو سرنگون خواهد کرد و یک نظام دلخواه مردم ایران دوران گذاری که شاهزاده به لطف خدای ایران در ایران خواهند بود. سپاسگزارم از شما آقای. منم سپاسگزارم، میبوسمتون استاد فریدون توفیقی. سپاس از امیر شهرتی عزیزم. با بسومه بدرود خدا نگهدار. خدا نگهدار. خب دوستان ارجمند گرامی، وقت ما هم به پایان رسید. با سپاس ویژه از آقای امیر شهرتی تا دیداری دیگر با امیر